به نام خدا. دانش آموزان عزیز سلام. جلسه پنجم از تقسیم به روش گسترده است که ما میخوایم با یه روش ساده و راحت این تقسیم ها رو انجام بدیم. تقسیم دو رقمی بر دو رقمی رو جلسه چهارم یعنی جلسه قبل آموزشش رو دیدید. حالا میخوایم این جلسه تقسیم سه رقمی بر دو رقمی رو یاد بگیریم. خب طبق روش کار که با بیشترین ارزش مکانی شروع میکنیم. الان بیشترین ارزش من عدد 8 داره، رقم 8 داره که 8 ارزشش 100 تاییه و 8 تا بسته 100 تایی تقسیم بر 24 نمیشه. پس میام 8 تا بسته 100 تایی رو باز میکنم، میشه 80 تا 10 تایی با 9 تا 10 تایی با هم دیگه میشن 89 تا 10 تایی. 89 تا 10 تایی رو میخوام تقسیم بر 24 کنم. میدونم که جدول ضرب ردیف 24 رو که حفظ نیستم میخوام استفاده کنم، پس میام از تقریب کمک میگیرم. 89 تا دسته 10 تایی رو تقریبا 80 تا دسته 10 تایی در نظر میگیرم. 24 رو هم تقریبا 20 در نظر میگیرم. خب 8 تا تقسیم بر 20 اگه صفراش رو بذاریم کنار 8 تقسیم بر 2 میشه 4. حالا امتحان میکنم ببینم جوابم درسته. 4 تا 20 شده 80. پس اینجا 4 جواب درستیه. پس من آزمایشم با 4 شروع میشه. میام 24 رو ضرب در 4 میکنم ببینم 24 ضرب در 4 عدد مناسبی هست یا نه. اگر نه باید تغییرش بدم. 4 تا میشه 16 تا. گفتیم یکش میره بالای 10 تا یا 2 4 تا 8 و 1 96. نکنید 96 از 89 بزرگتره. پس 96 به دردم نمیخوره. پس عددی که گرفتم که 4 باید کوچیک‌ترش رو انتخاب کنم. یعنی باید 3 رو آزمایش کنم. میام 24 رو ضرب در 3 میکنم. 3 4 تا 12 تا 3 2 تا 6 تا با یکی 7 تا. 72 عدد خوبیه چون 72 از 89 میشه کمش کرد دیگه. پس 72 عدد کوچیک‌تر از 89. خب پس جوابی که میخوام بیارم بالا 3 رو میارم. 3 که ارزشش 10 تاییه چون من تا 10 تایی تقسیم کردم دیگه. پس 30 میشه. 3 ضرب در 24 شده بود 72. اون صفرم که بذارم کنارش میشه 720. خب از 6 تا 0 تا کم کنیم 6. از 9 تا 2 تا کم کنیم میشه 7. از 8 تا 7 تا کم کنیم میشه 1. حالا این دفعه میخوام 176 رو تقسیم بر 24 کنم. دوباره روش کار همونه. یه بسته 100 تایی تقسیم بر 24 نمیشه. 17 تا بسته 10 تایی هم دسته 10 تایی هم تقسیم بر 24 نمیشه. پس 17 تا دسته 10 تایی رو باز کنم میشه 170 تا یکی با این 6 تا یکی با هم دیگه میشن 176 تا یکی. خب حالا بازم با روش تقریب میام. عددی که میخوام اینجا بذارم پیدا کنم. خب 176 تقریبا میشه 170 بگیرمش. بذار تقریبی حالا همینجوری گفتم. 24 هم تقریبا 20 بگیرم و جوابشو پیدا کنم. خب من اگه صفر رو کنار بذارم 17 تقسیم بر 2 تقریبا 8 خوبه نه؟ 2 8 میشه 16. تقریبا با 8 شروع کارم رو بکنم ببینیم جواب میده. پس 24 رو ضرب در 8 میکنم. خب 4 8 میشه 32 تا 2 3 میاد بالا. 2 8 16 تا با 3 میشه 19. ببین 192 زیاده. پس این 8 من بزرگه. یه عدد کوچیک‌تر انتخاب کنیم. 24 رو ضرب در 7 کنم. 4 7 میشه 28 تا 2 میاد بالا. 2 7 14 تا با اون 2 تا میشه 16. 168 خوبه نیست؟ از 176 کوچیک‌تره پس میتونم ازش استفاده کنم. 7 که ارزشش یکیه چون من تا یکی اومدم جلو. پس 7 رو میذارم اینجا. 7 ضرب در 24 هم شد 168. 168 رو میارم و 2 تا جواب از هم کم میکنم. از 6 تا نمیتونم 8 تا کم کنم. از دسته 10 تایی کمک میگیرم. 7 تا دسته 10 تایی میشه 6 تا دسته 10 تایی. هر دسته 10 تایی چون 10 تاه 10 تا به این 6 که یکی اضافه میکنه میشه 16 تا. از 16 تا 8 تا کم کنیم میشه 8 تا. از 6 تا 6 تا کم کنم 0. از یکی هم یکی کم کنم میشه 0. باقی مانده من 8 شده. باقی مانده من از 24 که مقسوم علیه کوچیک‌تره دیگه تقسیمم ادامه پیدا نمیکنه. میام جوابا رو با هم جمع میکنم. 30 به علاوه 7 میشه 37.